ما در همین روسیه اهمیت دادگی بودیم. تاجیکستان اگر 30 روز روزه می‌داشت، در اینجا 29 روز روزه اعلام میکنه که تمام. از سببی که روزه اینجا دراز بود، ما حساب میکنیم که در این شهر باید 29 روز روزه داریم. نه از این حساب نیست آخر. پیامبر صلی الله علیه و سلم 9 سال روزه داشتن، از این 6 سالش 29 روز بود. فهمیدید؟ پیامبر علیه الصلاة و السلام گفتن که الشهر هکذا و هکذا و هکذا گفتن. ما این خیلی است گفتن 3 مراتبه، یعنی که 3 تا 10 30 روز. یا این کی گفتن هکذا و هکذا و هکذا گفتن 3 مراتبه این خیلی کردن، یعنی 29 روز. ماه یا 30 روز میشد یا 29 روز. بنابراین سال شماری هجری قمری 11 روز از سال شماری آفتابی پیشتر میبیاد. هر سال 10 روز 11 روز. برای چی بر وقت میبیاد؟ برای آنکه ماهی هجری قمری، همین ماهی حقیقی، ماه میبراید روزی اولش باریک هست، هلال میگن. بعد آهسته آهسته تا روزی 13 ماه پره میشد. 13 14 15 ماه پره میشد که آن را بدر میگن. بعد با به کوتاه‌شوی سر میکند، باز کم میشود و باز در آخر یک هلال میشد، ماهی باریک مانند قاش میشود و ماه تمام میشود. همین ماه یا 29 روزه هست یا 30 روزه هست. این برای خاطر این نکیر روسیه مثلا روزهاش دراز است برای همین نه، اونها به این حدیث ها عمل میکردن. و مردم تاجیک دیروز با یک عذاب به این حدیث عمل کردن و مردم تحقیر کردن که یک روزی رمضان رو مفتی خورد گفته. مردم جاهای ما ذهنشان به آن شخص شده است که ماه رمضان گویا فقط 30 روز میشد، 29 روز نمیشد. ما باید ماه رمضان رو بینیم، روزه داریم. ماه شوال رو که دیدیم روزه خوریم. دیدید که ماه رمضان امسال 29 روز شد، روزی نوبتی علاکه روزی شوال در آمد، علاکه عید است. رمضان رو 29 روز روزه می دارید. فهمیدید؟ این برای این نیست. جزاک الله خیر. ایاکم.